مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. به معروف رسولی، سیروس، باباجانوف، بکتاش و اولوغزاده. 17 اپریل 1933 سمرقند، عینی. به رفیق معروف رسولی، سیروس، باباجانوف، بکتاش و اولوغزاده. من کتابچه رفیق بکتاش در حق خودم نوشته را خواندم. البته من در باب فلسفگی این کتابچه چیزی نمیگویم، فقط درباره بعضی چیزهایی که به شخص خودم و اثرم عاید است مجبورم که ایضاح دهم و از رفیقانی که این کتابچه به ثواب دیدی آنها نشر شده است اگر بپسندند التماس دارم که گفته های رفیق بکتاش را اصلاح نمایند و خوانندگان را از اشتباه برارند. یکم، رفیق بکتاش در وقت تحلیل کردن شعرهای کهنه من به آنکه در کدام وقت، در کدام شرایط و به چی سبب نوشتنم را تحلیل نماید، تنها با نظریه تحلیل می نماید و حال آنکه نظریه به مثال آوردن از زندگی به جای نمی رسد. چنانچه از من در صحیفه 19-20 کتابچه شعر نقل کرده است و به آن از نقطه نظر خودش معنی داده است و حال آنکه تاریخ نوشته شدن آن شعر این است: در سال 1329 هجری در بخارا جنگ شیعه سنی سر شد. درستش این فتنه را سرکناندند. پیشروان این فتنه ملایان این دو مذهب بوده. آنها هم با نشانداد و دستورالعمل گماشتگان مخفی سیاسی حکومت امپراتوری کار میکردند. معنی و روش این فتنه عیناً با اندک دیگرگونی محلی همان معنی و روش را داشتی. در آن زمانها جنگ‌های میان ارمنی و ترک شده ایستاده در باکو، تاراج یهودیان در هر گوشه روسیه آن معنی و روش را داشت. این و دیگر انقلابچیان همان زمان البته در پی اصلاح کردن بین این دو گروه جنگ کرده ایستاده بودیم، زیرا به سبب جنگ اینها استبداد ریشه خودش را استوار کردنی بود. نه من در همان مورد یک شعر 40-50 سطره نوشته در بین دو طرف نشر کرده بودم که از همان شعر 10-12 مصرع را رفیق بکتاش در کتابچه خود نقل کرده به ایضاح کردنی تاریخ و واقعه انشاد آن شعر با فکر خود فلسفه می نویسد. واقعه شیعه سنی را و انشاد این شعر را من در تاریخ انقلاب بخارا و تاریخ امیران منقیت شرح دادم. دویم، رفیق بکتاش در صحیفه 18 کتابچه‌اش چند بیت از من نقل کرده است که یکی از آنها این بیت است: میل بر دیده گذارند و بگویند خموش، تیر بر سینه خلانند و بگویند منال. این شعر من هم تاریخی به خودش مخصوص دارد. من در سال 1917 پس از 75 چوب امیر به سمرقند هجرت کردم. در آن وقت در سمرقند حاکمیت در دست علما و شورای اسلام بود.
طبیعی من در سمرقند آمده خاموش نماندم. همیشه بر ضد امیر و حکومت او تشویقات نمودم. علما با واسطه گماشتگان خود به من مراجعت نموده مرا تهدید کردند که به مقابل امیر، علما و حاکمیت آنها سخن نرانم وگرنه مرا هر چی خواهند کرد. من در جواب این تهدید آن شعر را نوشتم و گفتم که میل بر دیده گذارند و بگویند خموش، تیر بر سینه خلانند و بگویند منال. البته معنی این شعر همین می شود که من خاموش نخواهم شد، من خواهم انتقام کشید. حرکت علما با تهدید خشک نماند، بلکه هجوم فعلی را آماده کردند. قاضی عیسی خان، ایشان توره و ملا عادل روایت شرعی نوشتند به این مضمون که عینی مطرود دیار اسلام است، بنابراین او را به سمرقند راه دادن درست نیست. مقصد آنها از این روایت آن بود که با دستیاری این روایت طلبگان و جوفروشان سمرقند را به من هجوم کنانند و مرا با طلبه ازدحام تلف نمایند. من این واقعه را به واسطه یکی از دوستانم که حاضر زنده و کمونیست است فهمیدم. آن وقت حکومت رسمی به دست حکومت موقتی بود و آن هم طرفدار علما و شورای اسلام بود. بنابراین من به حکومت رسمی مراجعت نکرده به شرایط وکیلان عسکر، کارگر و دهقان سمرقند مراجعت نمودم که در بین آنها کمونیست ها هم بودند. شورا مرا حمایه کرد. از علما نامبردگان مذکور را جغ زده از زبان آنها اگر به عینی ضرر رسد شما جوابگر هستید گفته خط گرفت. راهبران شورای مذکور گوشه، فیریلسوف و سوسی اقچوریم بود. رفیق بکتاش این همه نکته های مهمی تاریخی را تفتیش نمی کند یا به تفتیش کردن این گونه چیزها حوصله‌اش یاری نمی دهد و از پیش خود معنیداد می کند. سیوم، رفیق بکتاش در صفحه 17 کتابچه خودش 14 مصرع را از مرثیه من که سال 18 به مناسبت کشته شدن برادرم حاجی سراج الدین با دست امیر نوشتم نقل می کند و در ایضاح آن می نویسد که در این دوره عینی همه بیدادی ها و ویرانی های همان طبقه اجتماعی خودش را که ماهیتاً از ریشه گرفتن عنصرهای کپیتالیستی است دیده نتوانسته تنها از اصول اداره فیودالی می دانست. همه این محملی ها را به عهده نابرایی حاکمان همان وقت و گمراهی روحانی ها بار می کرد. این شعر من با این بیت سر می شود: جمع گردیده به یک جای ستمگار چند، با کشش خانه چنان که سگ خونخوار چند الا آخری. خودی رفیقان خوانده ببینند من در کجای این شعر گفتم که حاکمان ناعهده برا، بلکه گفتم که صنف حاکم، زیرا من همه را با عباره جمع آوردم که این گروه یا صنف را میفهماند. سگ خونخوار، ستمگار و مانند اینها. عهده براترین حاکم صنف فیودال یا کپیتالیست خونخوارترین آنها می شود نسبت به صنف مظلوم. در اینجا رفیق بکتاش خلاصه کرده می گوید که عینی همه مهملی ها را به عهده نابرایی حاکمان بار می کند. و عجبا این غیبگویی یا فالبینی از کجا آمده باشد؟ و حال آنکه برای پاکیزه فهمیدن این شعر کشته شدن برادر مرا با دست امیر و نوشته شدن این شعر را در آن مورد یادآوری کردن در کار بود. این مرثیه آن خونریزی های آن وقت را به طرز عمومی تصویر می کند و به طریق مثال هم در آن مصلح احرار جگر گوشه من کشته گردیده به فرموده اشرار چند گفته می شود و در آخر که این هم از ظلم به دوران که بدین وحشت رفت بهر آمادگی اشرت این حضرت رفت. این حضرت کیست؟ البته این حضرت
چنانچه از بالای شعر معلوم می شود صنف حاکم است. این صنف حاکم کی بود؟ شعر در این خصوص چیزی نمی گوید. خواهد شما آنها را فیودال نامید، خواهد کپیتالیست. در هر صورت عینی ریشه ماندن کپیتالیستی را نفهمیده است گفتن یا همه چیز را از ناعهده برایی حاکمان دانسته است گفتن در حق عینی تهمت است. تهمتی ناانصافانه است. 4. رفیق بکتاش در صحیفه 45-47 کتابچه‌اش خودش در ذیل بعض کمبودهای به نظر نمایان ایجادیات عینی خطای مرا در شرح ابراهیم بیک می‌یابد و میگوید که خلاصتاً دزدی و بازمچیگری زمان امیر دیگر معنی و سبب داشت، اما بازمچیگری زمان انقلاب دیگر است. این درست است، اما این مسئله فلسفی را مطلق ماندن درست نیست، زیرا در آن صورت به بسیار فکت ها مقابل می براید. فکت این است که ابراهیم بیک در زمان امیر با نام ابراهیم گالو دزدی و راهزنی می کرد. آن حرکت ابراهیم گالو را ما هیچگاه اسیان دهقان کمبغل به مقابل حکومت امیر گفته ایضاح کرده نمی توانیم، زیرا ابراهیم گالو به دهقان کمبغل هیچ مناسبت نداشت. پدر او هم چقبای تقسبا عملدار امیر بود و در عین زمان دزد بود. شهرها را تاخته، مالها را به حاکم همان وقت تقسیم کردن ابراهیم گالو هم فکت است. در این صورت ما مجبور می شویم که دزدی های زمانی پیش و انقلاب را به دو تقسیم نماییم. یکی دزدی و راهزنی های رسمی که راهزنان به حاکمان اتفاق بسته یا سازش کرده مهنت کشان را می تاختند. اینها را امیران یا حاکمان عیار می نامیدند. دزدی که حاذق شاعر را بنابر فرمودن امیر حیدر به شهر سبز رفته سرش را بریده آمد، یکی از دزدان رسمی و عیاران بود. اینچنین دزدی که در سال 1918 در گذر سوزنگران بخارا در حولی شریف آمده سر انقلابچی مشهور حسین باین را بریده رفت، از عیاران میرزا اورگنجی بود. عیار نگاهداری و از آنها در مسئله سیاسی استفاده بری، در وقتهای عادی آنها را به راهزنی فرموده مال دزدیده آنها را تقسیم نموده گیری یکی از خصوصیت‌های فیودال‌های شرق است و این حال تا زمان آخر تا روزهای انقلاب در بخارا دوام کرد. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. دسته شعربچگان امیر که از این گونه دزدان رسمی به هم رسیده بود و پس از انقلاب بازمچی شدند، از همین قبیل عیاران نمک خورده امیر
و عهدی درباری او بودند. قسم دیگری دزدان و راهزنان زمان امیر آنهایی بودند که با اسیان کردن به امیر به بای و به زمینداران کلان به میدان می برآمدند. نماینده های اینها در اثرهای من یکی همراه گاوباز، دیگری قلندر زرنگیگری و سوم عبدالله صفدر است که اینها را من در بخارا جلادلری و احمد دیوبند تصویر کردم. اینها نامهای خیالی نبوده، شخصانی حقیقی بودند که با نام ریالی در واقعه اشتراک کردند. دومی از همین قهرمانان باز با نام حقیقی خود قلندر زرنگیگری و عبدالله صفدر در داخونده هم در خلاصی از زندان امیر اشتراک کردند. این گروه دزدان یعنی دهقانان اسیانکار زمان امیری پس از انقلاب کراسن ارمیز یا که میلیسیا شده به انقلاب کار کردند. عیناً یکی از همان شخصان حقیقی همراه گاوباز در غیژدوان در زمان انقلاب سردار میلیسیا شده بود و در وقت هجوم باسمچیان به غیژدوان از طرف ملا قهار پرانده شد. داستانهای این قهرمان همراه گاوباز در اثرهای من بسیار عکس یافته است. پس در این صورت ابراهیم گالوی دزد رسمی امیری را در زمان امیر باید انقلابچی باشد گفته فلسفه و منطق فروختن از منطق دور است. تبدیل شدن هر چیز به مقابل خوردش این قاعده معین است، اما وقتی که گپ در بالای یک شخص معین آمد ترجمه حال حقیقی او را به نظر نگرفته به این قاعده در آوردن درست نمی شود. مثال و مصداق این مانده همراه گاوباز، قلندر زرنگیگری، عبدالله صفدر و مانند اینهایند که ابراهیم گالوی عیار حاکم حصار. پنجم، رفیق بیکتاش در صفحه 48 کتابچه خودش این پارچه از آدینه نقل کرده شده از طرف محرر به روحانیان خطاباً نوشته شده است. اگر به آدینه دوباره مراجعت کرده شود معلوم می شود که این پارچه در وقت مصاحبه یک تشویقاتچی انقلابی با آدینه در سال 1915 در زاود پخته از طرف تشویقاتچی مذکور به آدینه که نو از کوهستان آمده بود و سخت هم دیندار بود خطاباً گفته شده است. اگر ما شرایط آن وقت را تشویقاتچی به آدینه خدا نیست گفته تصویر می کردیم خطا می شد. این مثل همان می شد که در واقعه سال 1917 به مناسبت انقلاب فوریه در بخارا واقع شده روح انقلابی کمونیستی را داده باشیم. تشویقات ضد دینی در آسیای میانه عموماً در بین مردم محلی پس از سال دوم و سوم انقلاب اکتبر سر شد. رفیق بیکتاش در صحیفه مذکور تاریخ انقلاب بخارای مرا تقریباً با آدینه در یک زمان نوشته شده است میگوید. شکر که من زنده هستم وگرنه در این کار احتمال شاهد زنده اگرچه اصل کتاب با دستخط من در کتابخانه بخارا محفوظ می باشد یافت نمی شد. ندانم رفیق بیکتاش این معلومات را از کی و یا از کجا گرفته باشد. حقیقت این است که من قسم بسیاری تاریخ انقلاب بخارا را غیر از سال 20 و گریختن امیر پیش از انقلاب بخارا سال 18-19 در سمرقند به زبان تاجیکی نوشتم. پس از انقلاب بخارا حکومت بخارا از من خواهش کرد که این متریال را ازبکی کرده دهم. من از ماه نوامبر سال 1920 تا ماه می سال 1921 آن متریال را ازبکی نموده و آخرش را تکمیل کرده دادم. اما این کتاب ماند و حکومت بخارا چاپ نکرد. پس از رزومه جواب نشریات خلقهای SSR در شخصیت رفیق تورقلوف آن متریال را طلب کرده گرفت و چاپ کرد. این است حقیقت. ششم، رفیق بیکتاش در صحیفه 51 کتابش در سطر 10-31
واقعه از زندان گریختن بندیان را که در داخونده نوشته شده است افسانه و باز نمیدانم با کدام عباره فلسفی که به فیلسوفان مخصوص است می نامد. لیکن از جانب من خوشبختانه، از جانب رفیق بکتاش بدبختانه، آن واقعه با همه جزئیات خودش به طرزی که در داخونده تصویر شده است راست است. اگر سید محمودی ترکچی که پدر محمودوفی ارتیست است حالا در استالین آباد باشد، شهادت می دهد که این واقعه عیناً راست و فکت است. آن واقعه در رمضان 1325 هجری واقع شده بود. از قهرمانان آن واقعه یکی صفدر است که با نام عبدالله صفدر مشهور بوده، پسر باتربای رنگریز غیجدوانی و هم مکتب خودی من بود. دیگرش قلندر زرنگریگی است که آن در احمد دیوبند نام حکایه من هم اشتراک می کند. قاضی وابکند که یکی از بندیان را با دعایی در کله پوش بوده یافته گرفته بود، شریف جان مخدوم بود که پارسال وفات کرد. عموما من در واقعه عجیبی گذشته که عقل جوانان باور نمی کند نامهای ریالی ماندم، چنانچه نامهای ملاهای حصاری، حجردارها فکت است. عبدالواحد منظیم با آنها همسایه حجره بود. تنها به نکبت خواجه نامی ساخته ماندم. با یک ملاحظه، پسر این نکبت خواجه تا پارسال در استالین آباد کار میکرد. نمیدانم هنوز باشد یا نه. یوسف گورگ که یهودی کوزکش بود هنوز زنده است. اگر رفیق بکتاش حقیقتا تدقیق علمی کردنی شود، زحمت کشیده رفته از بخارا از آن یوسف گورگ پرسند. رفیق بکتاش با اساس اینکه سرباز قراول خصوصا دهباشی باید مست چلیم شده نافتد، این واقعه را افسانه می نامد. این از آنجا آمده است که بکتاش سربازان امیر و قابلیت حربی و وظیفه شناسی آنها را نمی داند و به تفتیش کردن حوصله ندارد. آن سربازان امیر را با قزاقان نیکلایی یا با پلیسایهای دوره امپراتوری قیاس می کند. اما چی بودن سربازان و کماندیران امیر را من با یک جمله بسیار کوتاه در داخونده در باب یهودی کوزکش در صحیفه 134 چاپ حربی در سطر 20-24 بسیار خوب تصویر کردم. اگر رفیق بکتاش سطرهای مذکور را به دقت می خواند، به مست شده افتادن سربازان و دهباشی آنها تعجب نمی کرد. خوب است که رفیق بکتاش در نفت زده آتش دادن باسمچیان قلعه کولاب را و از 70 چقریم راه پیاده رفته عسکر آوردن داخونده شبهه نکرده است و نویسنده را دروغگوی نگفته است. وگرنه من رئیس کمیته اجرایی مرکزی تاجیکستان رفیق نصرت الله مخدوم را که در آن واقعه اشتراک کرده است شاهد نشان می دادم. رفیق بکتاش درست گفته است که تحریرات من و مفکوره من به اندازه پیشرفت انقلاب و غلبه آن پیشرفته است. خلاصتاً و این من همین قدر را علاوه می کنم که من در هر زمان و شرایط محیط خود انقلابچی آن زمان و آن شرایط شده آمدم. چنانچه در وقت طلبگی، وقتی که من اثرهای احمدی کله را خواندم، طرفدار اصلاحات مدرسه شده برآمدم که آن حرکت در آن زمان انقلابچیگی بود. پس از انقلاب سال 1905 رسیه، وقتی که به مطبوعات آشنا شدم، طرفدار مکتب جدید و اصلاحات دربار امیر گردیدم که این حرکت در آن وقت نه تنها انقلابچیگی بلکه دهریگی و مرتدی حساب می یافت. بنابراین است که علما در مسئله مکتب جدید حکم به کفر ما کرده بودند. در وقت انقلاب فوریه، پس از آن که امیر فرمان اصلاحات برآورده خواست جوانان را فریب دهد، اولین کسی که فریب امیر را فهمید و از امیر چیزی نشدن را حس کرد من بودم. در وقتی که در بخارا جنجال شیعه سنی شد، اولین کسی که اصلاحات بین آنها را کرد
در این باره شعر نوشت. من بودم که در نتیجه از تشویقات پس از 1 ماه آن فاجعه از جوانان دو طرف شیعه سنی کروژاک انقلابی تشکیل یافت که مرکزی آن کروژاک خانه مکمل‌الدین برهانوف بود و همه آن جوانان تا آخر انقلاب با ما همراهی کردند و هنوز هم همراه هستند و هاکذا. رفیق بیکتاش در گزیت مهنتکشلر تاوشی سمرقند نارودنیکا هم مقاله را نشر کردن مرا در کتابچه خود قید کرده است. آره، من در آن روزنامه در سالهای 19-20 خیلی چیزها نوشتم و اگر اینها از نقطه نظر امروز ملاحظه کرده شوند حتی به تنقید نمی ارزند. با وجود این آنها در زمان خود مقاله های انقلابی بودند، زیرا آنها در وقت نوشته شده چاپ شدند که کاتب مسئول کمیته فرقه ولایتی سمرقند و رئیس اجرایی ولایت سمرقند جامه کمخاب پوشیده، سله سفید بسته، در مدرسه تلاکار آمده نماز عید می خواندند و ملاهای رسمی در مکتب‌های شورایی درس دین و تجوید می دادند. اگر من در آن وقت این مقاله ها را به شرایط آن وقت نگاه نکرده چپتر می نوشتم، اول مرا رفیق بیکتاش زده می کشت و این اثرهای آخرین من به میدان نیامده می ماندند. زیرا آن وقت چنان وقت بود که یکی از کمونیستان را به سبب مقابل دین تشویق کردنش از فرقه برآورده بودند. توصیه آخرین من به رفیق بیکتاش و دیگر تنقید و تدقیقاتچیان این است که هر کس را و هر چیز را تدقیق نمایند باید شرایط زمانی به وجود آمدن آن چیز یا حرکت را با فکت‌ها تحلیل کنند و فکت‌ها را به فلسفه و نظریات تطبیق نمایند. اما تحلیلات تخمینی بیشترین وقت مدقق را به خطا می اندازد. عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما